سلام و عرض ادب. امیدوارم که خوب باشید. توی این پست قراره 2 سناریو رو با هم تحلیل کنیم. یک، اگر رکود پیش بیاد چه اتفاقی میفته برای ارزهای دیجیتال و اگر که بخوام از همینجا بریم بالا آیا شرایطش فراهم هست یا خیر. نمودار مارکت کپ اتریوم رو میبینیم در حال حاضر 275 میلیارد دلار هستش که این محدوده‌ای که الان روش قرار گرفته سابقا نقش حمایت خیلی قوی داشته و یک خط روند هم میشه زیر اون ترسیم کرد به عنوان حمایت. پس یا مارکت اتریوم رو حالا به عنوان یک لیدر آلت کوین ها در نظر میگیریم، باید از همینجا برگرده، یواش یواش پامپ بکنه و با قدرت بره بالا، یا اینکه اگر بخواد اصلاح بیشتری انجام بده چه اتفاقی براش میفته. ببینید در تایم فریم 5 روزه ما روی RSI یک حرکت برگشتی داریم که این محدوده میتونه محدوده حمایتی نسبتاً خوبی باشه. در تایم فریم 2 هفتگی هم اگر اینو بیاریم اینجا تقریبا نزدیک به این خط رونده و میتونه با کندل هفته آینده این برگشت خوبی داشته باشه. اما اگر این محدوده از دست بره چه اتفاقی برای اتریوم میفته و تا کجا میتونه به لحاظ قیمتی بیاد پایین. میریم روی نمودار خود اتریوم. ببینید کلا بازار دست پولهای بزرگه و اونا خودشون میدونن کی ببرن بالا کی بیارن پایین. شاید خیلی کلیشه به نظر بیاد، ولی وقتی که در واقع دارایی‌های مردم رو به صورت خیلی چیپ از اونا خرید کردن، بعد میبرن بالا 6 ماه دیگه 7 ماه دیگه خیلی گرونتر، چند صد درصد بالاتر میفروشن به خودشون. اونا صبر زیادی دارن، بعد سازوکارشون رو بفهمیم. سرمایه گذاره خورد خیلی صبر ندارن، زود ناامید میشن، رفتارهایی دارن که هیچ وقت اونا رو پولدار نکرده و از اینجا به بعد هم پولدار نخواهد کرد. اصولا این رفتاره است که خیلی مهمه، وگرنه توی کریپتو ضرر زیاده و سود هم زیاده. تایم فریم 12 ماه 1 ساله اتریوم، ببینید از محدوده حالا این سال 2017 رو حساب میکنم، $7 شد 800. سال 2018 یه شادو زد تا 1500 ریخت تا $120، کلوزش بالای 128 بوده، مجدد اومد تا 300 دوباره برگشت، یعنی هرچی که اینجا سود داد. و 2019 قبل از هاوینگ 2020 یعنی رشد کرد، بعد سال 2020 شد مجدد از همون 120 130 دلار رشد داشت تا 2021 که شد 4800 900 که همین گفتم میخواد بشه 10,000 تا ریزش کرد تا کجا اومد پایین؟ تا کف این کانال نیامد پایین، تا این وسطش اگر بین این دوتا کانال یک میدلاین بکشیم تا این میدلاین اصلاح کرد، بالای میدلاین کلوز کرد. سال 2023 از این کانال در واقع میدلاین بزرگه رو یه دونه بریکوت داشت و دیگه رسید به سقف، ضعیف شد، رسید به 4000. الان 2000 خورده ای هستش، 2300. اگر ما بیایم تایم فریم رو 2 روزه 6 ماه بکنیم اینجا، خب ببینیم که یک محدوده‌ای هست، یکی 2 بار قیمت رو به سمت بالا پرتاب کرده. یعنی توی این کندل سال 2021 یه سر رفت تا 4000، یه ریزش داشت ولی 1700 1720 اینو نگه داشت و بعد مجدد دوباره رفت بالا. سالی که اینو شکوند تا این محدوده ریخت، یعنی تا 1000. الان کاری به سمت 1000 نمیاد، ولی اگر بخواد که بره مثلا برای 12000 25000 که تارگت های اصلی اتریوم تو بلند مدت هستش، میتونیم انتظار یک پول بک به محدوده مثلا 2000 تا 1700 داشته باشیم. چه بسا خود همین محدوده فعلی هم یک حمایت به حساب میاد اینجا، ولی حمایت میدلاین ما هستش. یعنی اگر بین این دوتا ما باز یه دونه خط روند بکشیم، الان روی نیمچه میدلاینی وایساده. اگر حالا اخبار خوب بیاد میتونه از همین میدلاین برگرده. این میدلاین اینو دوستان نگاه بکنید در تایم فریم هفتگی، اگر اینجا خوب حمایت بشه چون تو روند صعودی هستیم میتونه برگرده و حالا در ادامه
ولی اگر اینو از دست بده میاد تا 1700، همه میترسن، وای مثلا تارگت های پایین تر میدن و خود پولدارها اینجا بارشون رو میبندن. چه بسا حالا توی قیمت ما خط روند حمایتی بکشیم، اینجا خودش خط روند حمایتی داره. اون توی مارکت کپ بود، این توی قیمت و اینجا میتونه بیاد نمیگم الزاماً، ولی اگر اومد اتفاق بدی نمیفته، یعنی قشنگ مجدد میره بالا و اینجا میتونیم بگیم اتریوم یه مثلث داره، یعنی خیلی راحت شکل یه مثلث رو داره به ما نشون میده در تایم بالا. بذارید من همه اینا رو یه بار پاک کنم. و معمولا ارزهای بزرگ برای اینکه از یه جایی خارج بشن یه همچین الگویی تشکیل میدن. در گذشته هم به همین صورت بوده، یک مثلا مثلثی ساخته بعد رشد کرده. الان هم میتونه یک همچین الگویی بسازه. پاک بکنیم بریم سراغ بیت کوین. بیت کوین تایم فریم 3 ماهه یه همچین جایی هستش، محدوده‌ای که در گذشته نتونست بره بالای اون، یعنی اینجا زور زد برگشت، اینجا هم از پایین اومد بالا، خودشو جمع کرد، کندل 3 ماهه دیگه نتونست 48 رو حفظ کنه، با کله ریخت تا 15. الان اینو با قدرت شکونده، هر برخوردی به محدوده 50 نمیدونم 45 47 اینا همش پول بک به حساب میاد و فرصت خریده. تایم هفتگیش هم به این صورته و الگو هم که معمولا شبیه الگوی پرچم هستش، الگویی که اینجا داره تشکیل میده. حالا بعضی از تحلیلگرا میگن این الگوی فنجان هست و این هم دسته فنجونه و بعد از این بیت کوین به سمت بالا میره. اما اگر بخواد بیاد پایین برسه به همون محدوده 50 یا 49 و اتریوم هم بیاد بشه 1700، ما اینجا 2-3 ماه خواب داریم، یعنی باز حوصله سربر، خسته کننده، ترس، اذیت و آزار، خیلی ممکن ناامید بشن و از اینجور اتفاقات که بیشتر زمانیه. شاید مارکت بخواد صبر کنه ببینه نتیجه انتخابات چی میشه، بعد حرکت بکنه و سیاست‌های پولی مطمئن‌تر بشن، شاید هم پیشخور بکنه و زودتر بره بالا. این هیچ کدوم مشخص نیست، ولی کار ما با آلت کوین هاست. ببینید آلت کوین ها قبل از اینکه بره بالا به این محدود پول بکش رو زد، سقف سال 2017 رفت بالا، خورد به مقاومت. خب طبیعی اولین برخورد به یک سقف تاریخی نمیتونه عبور کردن باشه، یه واکنششون داده. الگوی پرچم هست، به نظر من پول بکی خواهد داشت به همین محدوده. الان رو حمایت آلت کوین ها وضعیت خیلی بهتری نسبت به اتریوم دارن، شاخص اونها رو میگم، هم به لحاظ قیمتی هم به لحاظ شاخص. و اگر حال اون اتفاق بخواد بیفته، آلت کوین ها میتونن دامپ انجام بدن 20 الی 30%، 25%، یعنی بیان روی این محدوده که در گذشته هم یک بار اومدن، این محدوده رو تاچ بکنه در بدترین حالت و بعد از همینجا بره بالا و یه رشد، یعنی شاخص رشد 500-600% داشته باشه. اتریوم هم هنوز بریکوت نکرده از این سقف، یعنی ما هنوز آلت سیزن و بیت سیزن هم حتی ندیدیم. منظورم اینه که سقف جدید بزنه مارکت، یعنی مارکت وارد یک فصل تازه بشه. صرفا از یک حمایتی اومده خورده به مقاومت و دوباره اومده پایین. هنوز اون اتفاقات مهم حتی رو بیت کوین هم اعمال نشده. یعنی اگر ما بخوایم در تایم فریم 3 ماهه، من یک بار گفتم یک همچین کانالی بکشیم که به ما میدلاین و مقاومت و سقف و کف بده، دقیقا داره اینجا یه دونه میدلاین میده مثلا و اینجا هم کف میده و بیت هنوز از این سقف خارج نشده. ما باید اینجا شاهد سری اتفاقات باشیم که آماده بشه برای خروج از این کانال و بریم سراغ کانال بعدی. اما الان بیت کجاست؟ دقیقا رو همون حمایت 50 که گفتیم، 52-53 که بسیار مهمه. امتداد همون محدوده میشه که سابقا نتونست عبور کنه و ریخت. پس یا باید انتظار پامپو داشته باشیم، یعنی شاید دامپ ریز به پایین و بعد تثبیت و پامپ به سمت بالا بعد از کاهش نرخ بهره، و به قول معروف باید وایسیم ببینیم چی میشه. محدوده‌ای که الان قرار داره محدوده بسیار مهمیه. چیزی که من فکر میکنم
اینه که شاید با نرخ بهره یه واکنش فیک منفی نشون بده به سمت 50 یا 49، بعد بیاد بالا، تایم ماهیانه اینجا تثبیت کنه و بعد بره به سمت محدوده 80 و اینجا ما شاهد سیکل اول آلت سیزن خواهیم بود توی این حرکتی که بیت کوین به سمت بالا بخواد انجام بده، چون این الگوی پرچمه و دوباره میتونه حتی از 80 هم بریزه. چیزی که قاطع بتونیم اینو بگیم که بیت میره برای 100 و 120 و 150 هزار، اینه که از این کانال کلا خارج بشه که ما آپدیتش رو میذاریم. چرا میگیم میتونه هانت به پایین انجام بده؟ به خاطر شاخص S&P 500 بازار نیویورک. S&P الان خب هیچ حرکتی از صعود توش نیست، اصلاحیه و به نظر من تا این محدود حداقل 10-11% میاد پایین، که اگه بیت هم بخواد 10-11% بیاد پایین با اون حوالی 50 یا 48 میتونه برسه در کوتاه مدت و بعد اینجا به نظرم شاخص دیگه استراحت میکنه و وای میسه برای اخبار بعدی. این الان روی تقریبا مقاومت، یه بار هم از اینجا ریخت که بیت تا 49 اومد، الان دوباره داره میره پایین تر و بیت هم تا الان خودش رو خوب حفظ کرده نسبت به دوره قبل ریزش. اخبار فیک زیاد میدن بیرون، دموکرات‌ها کلا دارن اخبار رو کنترل میکنن. به نظر من زمانی که رشد میکنه تو سکوت رشد میکنه، زمانی که مثلا 150 میلیارد از حجم این ویدیو کم میشه میاد پایین، به شدت تو خبرگزاری اینا رو میدن بیرون. اصولا اخبار حرفش اینه که ما چجوری فکر کنیم، اخبار تحلیل ارائه نمیده، اخبار راه کار ارائه نمیده، اخبار بهت نمیگه چطوری پولدار بشی، مثل سیستم آموزشیه. چیزی که میگه اینه که تو چطور فکر بکنی، به چی باور داشته باشی. برای همین بهتره که بفهمید پولدارها چی کار میکنن. اولا پولدارها نمیترسن توی مارکت و میدونن چی کار بکنن، برنامه ریزی دارن، بودجه بندی میکنن و صبرشون هم زیاده. چیزی که من میتونم بگم اینه که تا الان آلت سیزن و بیت سیزن اتفاق نیفتاده. ما صرفا از یک محدوده حمایتی برگشت داشتیم با هر چقدر اخبار خوب و اومدیم بالا. وقتی که این رو رد بکنیم اتفاق میفته و من شخصا منتظر اینم که این اتفاق بیفته. حالا میتونه اوایل 2025 باشه یا اواخر 2024، اما زمان بندی خیلی مهمه. ببینید الان در تایم فریم 3 ماهه بیت کوین ما اگر مثلا RSI رو ببینیم این به سمت پایینه، پس این نمیتونه همین الان بیاد بالا. ما باید وایسیم که 23 روز دیگه این کندل 3 ماهه تموم بشه. تو کندل 6 ماه اگر نگاه بکنیم به چه صورته؟ باز به سمت پایینه. حالا میتونه یه مقدار بیاد پایین بعد جمع بشه، حتی 60-70 بسته بشه، ولی احتمالاً اتفاقات خیلی خوب با توجه به اینکه 3 ماه و 25 روز دیگه کندل 6 ماه جدید باز میشه، شاید توی 6 ماه دوم بیفته که میشه سال 2025. اما خب توی شرط فعلی محدوده رو داریم برای ساپورت، محدوده‌ای که قبلا شادو بوده الان کندل شده. باز میگم در تایم فریم 5 ماهه ما واگرای منفی داریم، بعد وایسیم تا ببینیم چی میشه. این واگرای منفی نشونه بدی نیست. توی چارت S&P هم شما زیاد میتونید از این چیزا ببینید. کلا توی شاخص‌های بزرگ یک همچین واگرایی طبیعیه و بازم بعد از اون قیمت همجوری میره بالا و رشد میکنه. الان تایم 5 ماهه روی S&P است، خیلی اهمیت نداره، ولی اینکه بتونید مرزبندی کنید، نقاط حیاتی رو توی چند تا تایم فریم برای خودتون مشخص بکنید برای تصمیم گیری خیلی خوبه. و بازم بخوایم نگاه بکنیم مقاومت بیت توی این محدوده خیلی خوبه. در گذشته 1 ماه 2 ماه اینجا بود، بعد به شدت ریخ، الان نزدیک 6-7 ماه اینجاست، قشنگ تثبیت کرده، نشون میده که ثبات بیشتری وارد بازار شده و اخبار خیلی خوبی هم در واقع داره منتشر میشه از سمت سازمان ها برای آینده خودشون روی کریپتو، ارائه خدمات دیجیتال به مشتریان خودشون و در مجموع صندوق های بیمه، صندوق های بازنشستگی دارن میان سمت بیت کوین و این اخبار خوبیه. برای همین شخصا منتظر اتفاقات خوب هستم و سعی میکنم خریدار باشم تو این محدوده ها. هر اتفاقی که بیفته بالاخره هر بازاری ریسک خودش رو داره. قطعا بازار طلا نوسان کم، ریسک کم، بازار کریپتو نوسان بالا، سود بالا یا ضرر بالا. در بهترین حالت اینه که
من نگه دارم یا مثلا سر به سر خارج بشم اگر شرایط خیلی بدی به وجود اومد، یا وایسم با اون سودی که مد نظر دارم از این مارکت بیام بیرون و جواب در واقع فعالیت و سرمایه گذاری خودم رو بگیرم. اگر سوالی داشتی توی کامنت ها مطرح کنید. ممنونم.